شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع شو منصور با عریضه مرد 32 ساله ساکن شهر کولاب مراجعت نموده است که 14 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 17:00 در حدود پایتخت با مرد 51 ساله ساکن شهر وحدت جنگ و جنجال کرده نام برده او را با کارد یک مرتبه به بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. آید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن نویه رودکی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 14 ینور سال 2022 با راه پنهانی به خانه استقامتی زن 37 ساله ساکن پایتخت در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 12,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شو منصور با عریضه مرد 34 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 26 دکمبر سال 2021 تخمین ساعت 11:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل افت-ماشین شخصی تمغه کمز که در نزد بنای استقامتی به نظارت می‌ایستاد 2 عدد اکومولاتور افت-ماشین را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 3300 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 40 ساله ساکن نویه رودکی که پیش با ماده‌های 200 و 201 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت ذکر گردیده دستگیر کرده شد. وابسته به حادثه تفتیشات ادامه دارد.